5 نوع اصلی گیربکس خودرو رو زیر 1 دقیقه یاد بگیریم. اولیش گیربکس CVT، هم نرمه هم صرفه‌جویی تو مصرف سوخت داره، ولی تو بعضی برندها مثل نیسان مشکل سازه، ولی توی بعضی برندها مثل هوندا و سوبارو و از همه مهمتر تویوتا کاملا قابل اعتمادن. دومیش گیربکس DCT یا 2 کلاچه است. خیلی سریع و خشن دنده میده و خوراک ماشینای اسپورته. ضمناً سرویس منظمش خیلی مهمه. سومیش هم گیربکس های AT یا سنتی اتوماتیکه. هم قابل اعتماده، هم تعمیرش راحته. بیشترشون هم با سرویس هر 100,000 کیلومتر خوب کار میکنن. ولی مدل و برند روی عمرش خیلی تاثیرگذاره. چهارمیش هم ECVT، ساده ترین و قابل اعتمادترین نوع گیربکسه. هزینه نگهداری خیلی کمی داره و معمولاً هم بیشتر از خودرو عمر میکنه. آخریش هم گیربکس منوال یا دستیه. هم ساده است، هم قابل تعمیره. طول عمر بالاش هم بستگی به نحوه استفاده خودتون از کلاچ داره. راستی توی کامنت ها بهم بگید شما با کدومش خاطره دارین و با کدومش آب هویج گرفتین.